سلام خدمت دوستای گلم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جای دنیا که هستین دلتون شاد باشه. دوستان امروز اومدم بازار سرشور، یکی از بازارهای بازار سرشور و بازار فش تنها بقایای بازار بزرگ مشهد هستند که در دوران تیموریان احداث شده بودند. در دوران صفوی و قاجار متاسفانه به علت خیابون کشی ها و ساخت و سازهای فراوان باعث چندتکه شدن این بازار زیبا و تاریخی شده. اما بازار سنتی در محله قدیمی سرشور و غرب حرم قرار گرفته. امروز این بازار سرشور در خیابان خسروی نو قرار داره. دوستان عزیز، قسمت زیبایی از این بازار رو ببینیم و یک گشت و گذاری با هم بزنیم داخل این بازار. با من همراه بشید. سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون. با اجازهتون میخواستم یه فیلم بگیرم از مغازتون. یه توضیح برای بیننده‌های ما میفرمایین که کسی که مشهد تشریف میارن چه چیزای سوغاتی میتونن بخرن برای زائرین مجاورین؟ اینجا ما سوهان داریم، زرشت داریم، زعفرون داریم. بله. نخود، کشمش. بعد گلاب و اینا چطور؟ گلاب، اربجان داریم، هر چی خواستن. بعد زرشک انواع مختلف داره؟ چون من دیدم که بعضی مغازه ها کفکی خوب داریم که 170 تومن. 170. بعد مال کجاست آقا؟ مال قاینات. قاینات. بعد زعفران چی؟ زعفران داریم، محصول خودمونه. محصول خودتونه. آره، 1 گرمش 140 تومن، مثلا 580. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. جو السلام عليكم. سلام علیکم. بيش القطعة 20 تومن. تخفيض اكو تخفيض بدي اشتري مجموعة. سلام. خسته نباشین. خوب هستین؟ شما از کاسبای بازار سرشورین درسته؟ بازار در چه حاله؟ خدا رو شکر خلوت الحمدلله. خلوت هست. خدا رو شکر. ان شاء الله هفته دیگه شلوغ‌تر میشه تولده. بله ان شاء الله. ان شاء الله. فکر میکنم این انگشتراتون مشتری زیاد داشته باشه. در به قول ما امروزی ها خاطرخواه زیاد داره. زیاد داره ولی خدا مشتری جیمشون پرپول بشه همه بخرن. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. این مدت سخت شده ولی خدا رو شکر. ان شاء الله. بله. خیلی ممنون. انشالله هم که شما جیبتون پرپول باشه، کاسبی ها هر سال رونق داشته باشه. خیلی ممنون. مرسی. خدا نگهدار. خدا. خب دوستان، من یه توضیح مختصری روی ویدیو بگم خدمتتون در مورد بازار سرشور. حالا چرا بهش میگم بازار سرشور؟ در زمانهای قدیم، زمانی که کاروان‌ها و هیئت‌های مذهبی به مشهد می‌رسیدن و به این منطقه، زمانی که می‌خواستن به زیارت امام هشتم شیعیان مشرف بشن، حمام اینجا بوده به نام حمام مهدی قلی بیگ. در این حمام سر صورتشون می‌شستن، استحمام می‌کردن و بعد به زیارت امام رضا تشریف می‌بردن. خب امیدوارم که از این ویدیو زیبا تا اینجا لذت برده باشین. این بازار واقعا به نظر من بازار زیبایی هست با این معماری که داره. همیشه این بازار شلوغ
پرهیجان و پرهیاهو است. بریم باز هم این بازار رو ببینیم و همینجوری گشتی بزنیم. خب دوستان، ببینید من سعی کردم این ویدیو رو بگیرم براتون. اگر مشهد تشریف آوردین ببینید که چیزها داره برای خرید. خب همجوری در سمت چپ ویدیو هم مشاهده می‌کنین یه هتلی هست. خب اینجا البته تا انتهای خود خیابان سرشور که برین هتل آپارتمان سویت برای اقامت هست، ولی سوغاتی، تسبیح، انگشتر، زعفران، زرش، ادکلون، عطر، سجاده، جانماز، هر چی که دوست داشته باشین میتونین که در این بازار خرید کنین و برای خودتون از یادگار ببرین. دوست گلم اگر که از این ویدیو لذت بردین خواهش میکنم که عضو کانال ما بشین. اگر تا الان عضو نشدین دکمه سابسکرایب هم بزنید و زنگوله هم فشار بدین. اگر که کانال منو حمایت میکنین خیلی ممنونم، سپاسگزارم دارم. انشالله که بتونم با ویدیو جدیدتری رو براتون به اشتراک بذارم.